اومدم یه سری یه چیزی رو توضیح بدم. اینو براتون توضیح میدم. اینکه جدیداً مود شده، حالا فکر کنم دیده باشین، یه ویدیویی رو درست میکنن که واسه خودشون یه چالش میذارن و یه مجازات خیلی سختی رو با یه زمانی مشخص میکنن. مثلا من تصمیم گرفتم توی 10 دقیقه این فاجعه رو که فقط این نیست و اون قسمت هم هست، اینجا هم هست، توی کمتر از 10 دقیقه یا حداقل 10 دقیقه انجامش بدم و اگه نشد که اکثرا گفتن نمیشه و مجبور میشی اون کارو بکنی، تخم مرغ خامو مجبور میشی بخوری. خیلی من فوری بریم توی کمتر از 10 دقیقه این فاجعه رو جمع کنیم یا تخم مرغ آبپزو بخوریم. تخم مرغ خامو بخوریم. دلم نمیخواد واقعا تخم مرغ خام بخورم، پس تلاشمو میکنم خیلی زودتر، بدویی فوری. همونطور که میبینین 19 دقیقه حالا 20 دقیقه طول کشید تا اینکه مرتب بشه و خب خودم فکر کردم که واقعا 10 دقیقه باید کافی باشه. بعد دیگه اگه زیر 20 دقیقه خودم واقعا حس می‌کردم که 10 دقیقه کافی باشه، ولی حتی نتونستم به آشپزخونه برسم. فقط اینکه حالا اوکی کردم و پای قولی که دادم هم هستم، ولی واقعا از تصور خوردن تخم مرغ خام واقعا حالم بد میشه. واقعا اومدیم به مجازاتمون برسیم. یه تخم مرغ آوردم یه لیوان بشینم توش بخوریمش. شد این واقعا دلم نمیخواد اینو بخورم، ولی چقدر قشنگه نه؟ چه گرد شد، نه مثل کره شد، خیلی جالبه. خب یه چیزی هم بیارم که احتمالاً که بخورمش بالا بیارم. خب یه لحظه. بله باز اگه زرده تنها بود یه چیزی خورده زرده خوشمزه‌تره. خیلی بد نیست. دیگه کمش کردم. خب یه بار دیگه امتحان می‌کنیم، ولی اگه بالا آوردم این تو حداقل بالا بیارم. نمیشه، واقعا نمیشه.